ببین یه چیزی وقتی میخوایم آموزش بدیم، شما میخوایم مثلا چیز جلسه بعدی رو بگی، میخوایم که مربوط به جلسه باشه. الان میخوایم آره شما انجام خب بچه‌ها یه خاطره بعد رو لطفاً حالا هر کسی برای خودش، چون اگر بگم همه میخوان نگن. خب یه خاطره بعد که خیلی شدت زیادی نداشته باشی که حالت خیلی بد شه، چون الان سراغ بدترینا نمیخوایم بریم. یه خاطره که در حد این که مثلا یه ذره عصبانیتون کنه، آره خشمگینتون کنه، عصبانیتون کنه، بیاری لطفاً هر کی انتخاب کنه، لطفاً همه انتخاب کنه، همکاری کنید. میخوایم دسته جمعی خاطره خونسا کنیم. خب همه دارید؟ کیا به انتخاب کردن؟ خاطره که نه یه حس بد داشته باشه، هر چی. صفر دادن. صفر دادن. خب احساس داره؟ خب احساس داره دیگه. درست شد؟ لطفاً یه خاطره انتخاب کنید که احساس داشته باشه. انتخاب کردی بچه؟ همه انتخاب کردن. دل به کار بدید. همه انتخاب کردید. خب لطفاً با من ببین دو تا روش داره خاطره خونسا کردن. یک، شرح ماجرا، یعنی که من فقط تعریف کنم، ضربه بزنم، انگار که برای رفیقم دارم تعریف میکنم. این شد. زیر زبونی برای خودت تعریف کن، ضربه بزن. کلمه کلیدی تو آخر هر جمله بگو. مثلا اون شب کلمه کلیدی، اینو گفت کلمه کلیدی، اینطوری شد کلمه کلیدی، فلان شد کلمه. اوکی. به این شکل ضربه بزن. آره. تلفیقی یفتی و بیسسه. رو خاطره فکر کنید، همینجوری انگار برای یه نفر داری تعریف می‌کنی، زیر زبونی برای خودت بگو و شروع کن ضربه زدن. همه دل به کار بدید. باور کنی انجام ندادنش با کلاسی به نظر نمیرسه. شروع کن رو نقاط ضربه زدن اون خاطره رو. این باید بگید. اگه نتیجه گرفتید جواب داده دیگه. جواب داده. الان بچه‌ها بذارید تمرکز داشته باشن بچه‌ها. یه خاطره بعد گفتیم انتخاب کنید، 0 تا 10 نمره بدید، EFT بزنید و شروع کنید به تعریف کردنش تو دلتون. یه نفس عمیق بکشید الان. هر کجاش هستی یه نفس عمیق بکش. حالا دوباره به شدت احساسی خاطره فکر کنید. اونایی که شدتش کمتر شد، احساس میکنن سبک‌تر شد خاطره، دردش، رنجش، احساسش کمتر شد، دستاشون بیارم بالا. کیا فکر میکنن؟ خب چند بود؟ چند شد؟ 10 بود 3 شد. شما چی؟ شما چی؟ دیگه کی اومد پایین؟ خیلی دیگه. خب الان میگم. ببین 3 تا حالت رخ میده. یا خنثی میشه، 0 میشه کاملا، یا اینکه هیچ تغییری نمیکنه، یا بدتر میشه. خیلی کم پیش میاد بدتر بشه. اگر که کمتر شد خوش به حالتون، یعنی یکی از جنبه‌های اون خاطره رو خنثی کردی. اگه هیچ تغییری نکرد، اصلا رو جنبه‌ها کار نکردی، روی کلیات کار کردی. اگر یک کوچولو کم شده گفتم، کدوم نگفتم، کدوم حالتم؟ اگه تغییری نکرد، اگه بدتر شد، یعنی اینکه خاطره یه چیزی داشته این زیره که ناخودآگاه سرپوش گذاشته روش. زدی EFT زدی اون رفته کنار، رو یکی اومده بالا. خب حالا اون که بدترت کرد و بعد روش ضربه بزنی. ببین آره الان میتونم میگم. ببین روش دوم نمایش فیلمه. یعنی من تعریف نکنم، فقط فیلمش رو تو ذهنم ببینم. خب روش دوم اینه که من فیلم خاطره تو ذهنم ببینم، ضربه بزنم. جان اینکه جنبه‌های خاطره رو خنثی نمی‌کنه. جنبه یعنی چی؟ جنبه یعنی زاویه دید ما از یه خاطره. یعنی هر کسی یه جور می‌بینه. مثلا توی دعوا، توی تصادف، یکی میگه آقا چی یادته؟ میگه نور ماشین هنوز تو چشمه. خب باید نورا رو اول خنثی کنیم چون بدترینشونه. بعدش خنثیش می‌کنیم، میگیم دیگه چی؟ میگه فوش داد. قیافه طرف که خشم و فوش بود تو ذهنم مونده. حالا اینو باید خنثی کنیم. بعد میگیم دیگه چی؟ میگه شدت ضربه هم الان تو وجودم هست. همه اینا رو باید خنثی کنیم. دونه بدونه شو.
جنبه ها خنثی نشه هیچ اتفاقی نمیفته. پس لطفاً ذهنت دوباره مقاومت نکنه، به اون صدای گوش ندی بگه ول کن احساساتو ولش کن بری سراغ منفی که چی بشه. اگه میخوای چیزی تو وجود تغییر کنه باید بریم سراغ اون چیزهایی که درونمون هست و نمیدونی چرا حالت بده، نمیدونی چرا درد داری، نمیدونی چرا درد میکنه، نمیدونی چرا خیلی چیزای دیگه ایناست. درست شد؟ حالا توی پیداش کنید اینجا همه رو می‌ریزیم بیرون. مخفی الان. خب شما با ریشه یابی باید بکشیش. یادتون میارید ما هنوز روش ریشه یابی نگفتیم. ما الان داریم فقط خنثی کردن خاطره رو میگیم. مطمئن باشید اینجا انقدر خاطره یادتون میاریم که خب بچه‌ها بی زحمت یه بار دیگه همه اونایی که خنثی نشد این از خودت بپرس، بگو اگه یه دلیل داشته باشم که به خاطر اون دلیله بخوام این احساس نگه دارم اون چیه؟ الان جواب بده به خودت. مثلا یه خشمه، خب بگو یه دلیل بخوام داشته باشم که به خاطر اون دلیله بخوام این احساس نگه دارم. اون ببین چیه؟ خب نه عامله رو کار ندارم، شما با اون احساس میخوای چیکار کنی؟ مثلا فرض کن میخوام خشم رو نگه دارم که انتقام بگیرم. اوکی؟ آها بارکلا. خب همینو میخوام، فقط دلیلش رو تکرار کن، ضربه بزن، بگو این احساس رو به خاطر این دلیل میخوام نگه دارم. دلیلتو بگو، ضربه بزن، کلمتو بزن. غیر ممکنه. حسی، کاملا حسی. بگو اگر احساس کنم یه دلیل داره و به اون دلیل نمیخوام این احساس رو خنثی کنم، اون چیه؟ اوکی؟ اینو تکرار کن، ضربه بزن، کلماتم تکرار کن. اگه بخوای خب اگر پایین نی خب حسی بگو که شاید یه چیزی درونم میخواد نگهش داره. اون احساسه که حد زدی ضربه بزن، کلماتو تکرار کن. دل به کار بدید. ضربه بزن. بگو به این دلیل میخوام این احساس نگه دارم، کلمه کلیدی. به این دلیل میخوام نگهش دارم، کلمه کلیدی. به این دلیل میخوام نگهش دارم، کلمه کلیدی. شما که تو دوره‌های قبلی بودی درک میکنید. خب یه چند دقیقه ضربه بزن. حالا دوباره یه نفس عمیق بکش، به اون خاطره فکر کن، به احساسش ببین الان 0 تا 10 چنده. خب اونایی که اومد پایین بی زحمت دستشون بیارن بالا. خب چی بود؟ چند شد؟ زیاد شد اول از 5 رفت بعد رفت 10 الان اومد. متوجه شدی جنبه اصلی اومد رو زیاد شد، بعد دوباره ضربه زدیم 0 شد. 0 شد. 3 و 4 شد. شما چی بود؟ چند؟ خب 0 شد. خدا رو شد. دیگه شما انقدر زیاد بود که اشکتون در داره. 0 شد الان. خب خدا رو شکر. دیگه کیا بود؟ چند بود؟ قبلش ولی 10 مونده بود، حالا بعد قشنگ معلوم بود. درسته؟ دیگه پس بچه چند بود برای شما خانم مهرا؟ نگاه کن بچه همتون الان حالتون بد شد، من چهرهاتون رو دیدم. پس نگید حالم بد شد، ذهنت میگه حالت بد میشه ولش کن، ادامه نده. اساسی میخوایم حلش کنیم، مثل آمپول میمونه. آمپول درد داره. آفرین. هر موقع حالت بد شد اینجا باید بشکن بزنید، چون رسیدیم به ریشه اصلیه. درست شد؟ حالا میخوام یه کاری بکنی. بی زحمت روند خاطر خنثی کردن یاد گرفتی دیگه، درسته؟ تمرینات ما کلا کلاس ما اینجوریه. یاد میگیریم، گروهی تمرین میکنیم. یاد میگیریم، گروهی تمرین میکنیم. الان یه خاطره ای رو برای بغل دستیت خنثی کن. بگو یه خاطره معمولی که حالا خیلی هم شخصی نیست، براش بیان کن. 0 تا 10 نمره بده. به خودش بگو که ضربه بزنه و شما فقط راهنماییش کن. بگو 0 تا 10 چنده؟ ببین روندش اینه. خب بعد باز مثلا نسبت به اون فرد مثل هر سوال روحانه. آها آفرین. ببین اینجوریه، داستان ناخودآگاه اینطوریه، کلی دلیل داره. اینا رو ما تو ریشه یابی قشنگ کاملا میکشیم بیرون، همه رو حل می‌کنیم. یه خاطره دیگه انتخاب کنید فعلا، چون اون ریشه‌ای اساسی باید روش کار بکنید. خب
بی زحمت یه خاطره با بغل دستی بهش بگو که من این خاطره رو دارم. یه نفر میشه صاحب خاطره، اون یکی میشه خنثی کننده. یعنی فقط هدایتش کن، 0 تا 10 یه نمره بده و شروع کن بگو بدترین قسمتشو بیار تو ذهن، ضربه بزن. بعد بگو یه نفس عمیق بکش، 0 تا 10 چند شد. دوباره بگو بدترین قسمتشو بیار تو ذهن، ضربه بزن. نفس چند شد. انجام بده. داره میگیره؟ داره میگیره. مرسی. اینجا هرچی بگی ضبط شد. صدای بدی نگی. صدای بدی نگی. نه دیگه نمیتونیم. کاتم نمیتونیم. اخو بدی نزن. بعد نمیخوام بزنم. اینجا چی وای میسی؟ من نمیتونم. آها خب چطور کنم؟ حالتا بسن؟ خداگاه دیگه. یا عرب رو میگه من فهمیدم چی می‌کنی. مرسی که مؤدبانه گفتید. اجازه بدید. دستت. خب انجام نمیشه، حالا این کار رو انجام بدم. بعد چون مشکلات زیاده توی ذهنم، مثلا الان یه چیزی که میاد توی ذهنم تنبلیم یا کار نکردم، یعنی من اگه درسم بخونم الان دارم ارشدم میکنم ولی هیچ راهی نمیتونم پیش بذارم که برم الان تو سر کار و اون کار رو انجام بدم. فکر میکنم پول نداشتنه ولی در صورتی که بخوام برم جلو فکر میکنم پولش هم مثلا فراهم میشه. فکر میکنم تنبلیم دست ولی اصلا نمیتونم و فکر میکنم این هم تاثیر رو نمیذاره. نمیدونم نسبت به چی دارم مقاومت نشون میدم، اما همه چیز میاد تو ذهن من ولی یه چیزی نمیاد تو ذهن. ببین مشکلات شبیه به شما حتی سرسخت‌تر و خیلی عمیق‌تر از شما همه رو جلسات خصوصی داشتم حل شده، ولی مسئله اینه که شما نمیدونی الان تو این خدا باید چی میگذره. چیزهایی به هم دیگه ربط داره، مثل یه داستانی که باید کشف بشه. خب الان نمیدونیم، نه من میدونم نه خودت یادتون میاد. اصلا به خاطر کار نداریم. من روش ریشه‌یابی رو هنوز نگفتم، فقط خنثی کردن خاطره رو گفتیم. صبر کنید. تمام مسائل مشکلات رو اینقدر اینجا انجام میدیم تا ببینید کاملا حل. همون اول حل میشه. مثلا اولش همچین چیزی دارم که حالا چی الان من زدم سر استرس همیشگی دارم. ما الان شما ریشه‌یابی کردیم؟ ریشه‌یابی کردیم؟ هنوز هیچ کاری نکردیم. مقاومتات سر جا خودشه، مانعات سر جا خودشه، همه‌اش سر جا خودشه. باید صبر کنید ریشه‌یابی رو بگیم، اینجا خودتون رو میاریم ریشه‌یابیتون می‌کنیم، متوجه میشید که حل میشه. یه بنده خدا بهتون گفتم از همون جلسه اول هی میگفت من میدونم نمیشه، من فلان نمیشه، ادامه نداد. جلسه دوم بعد نیومد، یعنی نذار اون مانعات کاری بکنه که ادامه ندید. ریشه‌یابی رو هنوز ریشه‌یابی رو هنوز انجام ندید. یعنی الان مثلا سر یک کلاسی هم برم، الان لیسانسمو گرفتم موندم حالا ارشد بگیرم میرم سر کار، ولی الان که دارم ارشد میکنم هیچ کاری انجام نمیدم و برای همه کارام احساس میکنم اون مشکل هست و یه مقاومت میشم فکر میکنم به هیچ کجا نمیتونم برسم اما باید برسم. نمیدونم چطور توضیح بدم. میدونم چی میگه کاملا. دقیقاً میدونم چی میگه. اونها دیگه نمونهش خانم مدنی کلی آموزش، کلی سال آموزش رو بلند مونده بود، یه سد محکم احساسی درونش بود، نمیدونه چیه. نمیدونم الان چی حالم بده ولی الان حرفشو میزنم انگار اینجا خیلی حالم بد میکنه. همون صدای هست که گفتم، صدای با احساس، نه احساسه منظورمه. یه احساس خیلی بده ولی نمیدونم از چیه. خب من الان باید ریشه‌یابیتون کنم. خب هنوز ریشه‌یابی نکردیم. الان اگه ریشه‌یابیتون کنم اون احساسه میزنه بالا، کاملا به هم میرسه. فعلا خنثی کردن خاطره رو یاد بگیرید تا برسیم به اونجا. آره. یعنی الان فقط یه خاطره یادم میاد. یه خاطره که دیروز خاطره معمولی. آره. فقط میخوام خنثی کردن خاطره رو یاد بگیرید.
ما ریشه یابی هنوز نگفتیم، صبر کنید. آره همه مشکلات رو بهتون میگیم چطور حل کنید. فقط الان اجازه نده مقاومت، فقط صداشو بشنو، بگو مرسی میدونم هستی، بعداً میام سراغ. منسه کردی؟ از اشکال نه منسه شد؟ برای اونجور که شما میخواین هست برای هر کسی یه جایی هست. خب دان برای خودتون رو باید دشوری بکنم اینکه چرا برای خودم نمیتونم. حالا خودتون یا یکی دیگه، یعنی منظورم که اینو باید پیدا کنید. هر جا مشکل داری دیگه، هر جا مشکل داری شما مشکل اینه که برای خودم نمیتونم، اینو رو شروع می‌کنیم. معمولا ببینید به چی میرسیم، به شک داشتن به خودمون، درست انجام دادنش، تواناییامون حل میشه دیگه. نه مخصوصا این دوره میخوام اساسی تر کارو. خب چه کردید؟ خلاص شد؟ بزنید تو سر بدنش تا خونس. خب ادامه بدید. اگر دیدی حل نمیشه ازش بپرس که با چه دلیلی میخوای نگه داری، رو اون دلیل ضربه. خب شما چیکار کردید؟ اجود خب خدا رو شکر. احساس اومد پایین، حس کردید؟ تست کردید؟ خب سوال ندارید؟ صدا ضبط میشه، اشکالی که نداره. نگه داشتن کلا خاطر کار درستی. یه درصد دوست داشتم نگهش دارم که دیگه اون اشتباه ها تکرار نکنه. ببین مغز، من حالا تو جلسات دیگه میگم، یاد میگیره که یا این یا اون. میگه یا این احساس نگه دار یا دوباره تکرارش میکنی. ما بهش باید یاد بدیم همین همون، یعنی همین رو نگه نمیدارم، هم اشتباه نمیکنم. اینو که بهش یاد بدیم مغز تعارض مونده بودم که کلا فراموشش کنم، نگهش دارم که دوباره تکرار. همین اون صدا است که دارم میگم حرف بزنی. این یه چشمش، حالا بقیه‌اش تو جلسه تو. سلامت باش. چون چیزایی که مسابقه کنی خاطراتو تغییر نمی‌کنه تو کلا خود زندگی ما. ریشه ها هم نیستی، ریشه ها هم خاطراته. مثلا هر روز یه خاطر خونسا، اصلا روشه، این روشش الان میگم، هر روز یه خاطر خونسا کردن خودش یکی روش‌های EFT اتوماتیک یه سری مشکلات رو تعریف می‌کنه. بعد یه چیزی دیگه بود که من حالا تو چیزای گذشته، کلاسای گذشته، این همین یکی از نرمم حالا مبادم تمرین نمی کردم، یعنی فقط کلاس تمام. همین باید همین رو شروع کنه. اول اولویت تمرین باشه. دلیلای اصلیشو بهتون میگم کلیتش چیه، ولی خب برای هر کسی سوا. اینو بذار اولویت این رو چیه. آره. شما چیکار کردی داری؟ ما هم تجربه چیزی که گفتم چند خاطره دیگه بلند اصلا به یادآوری بشون چه اصلا می‌دونید دست اون استفانسش کنی خدا. حالا هر چی فکر کنم خاطر مخیز تو ذهنم نمیاد. اشکال نداره فعلا علل حساب. میشه یابی میاریمش بالا. داره فرار میکنه خاطر من. اصلا همینجوری هم سرپوش گذاشته. احساس بعد و خاطره بعد الان تو ذهنم نیست. اشکال نداره. فقط می‌خواستم یاد بگیری فعلا خونسا کردنو. جلسات بعدی بهتون میگم چجوری بیارش بالا. سلام. خب سوال نداری شما؟ در چه وضعیتی؟ زندان آدم چی؟ کاشون دو نفر الان این احساس داری. ببین تبدیل میشه احساسات. خب الان به هم نریز. باید روش کار بشه هنوز. ما فقط خاطر خونسا کردن رو گفتیم. ادامه داره داستان. خب شما چه کار کردید؟ انجام دادید؟ خب خونسا شد؟ که ایشون که حالش به نظر بدتر شد. من
دفعه دو دفعه اول یه مقدار کمتر شد. دفعه آخری که گفتید که ببینید چه چیزی به خاطر چه چیزی میخواید نگه دارید، یه مقدار استرس خب چی بود؟ مضطرب شدم. خب دلیلش نفهمیدید؟ دلیل استراب رو؟ دلیل استراب رو نه، شاید مثلا به اون به چیز بیشتر نفوذ کنه. خیلی حالا کار داریم، ما اول کاری حالا کار داریم. خیلی خوب، سوال که ندارید؟ خب میره کنم خواه این سوال که ندارید. فعلا نوزا که میخوام ضربه بزنم کجا بزنم انگار شک نگرفته. کجا ضربه بزنم اشکال نداره، خیلی ساده، از بالا به پایین یادش بگیر. چند بار ضربه بزنی یاد میگیری. خب ما سر این داشته هنوز فعلا خب صبر کنید برسیم به ریشه یابی شما. اب نداره الان هیچ کاری نکن، الان فعلا فقط اینو داشته باش تا توی ریشه یابی بریم اساسیت. خب کی؟ ای بخوای خودتون میتونی داره اینقدر 3 تا دفتر فقط گذاشتم رو میز، مشکلات هم دارم هر خب ببین همه رو مینویسی، زمان برای حلش هم بذاری، چون زیاد که باشه ذهنت میگه ولش کن خیلیه. خب خیلی خوبه که داری تزا کنی. این مشکلی که داری حل میکنی یه دونه وایس گذاشته بودی که بهت حمله میکنه بعد نگیریش راهش میکنه. من دیگه مشکل که بیام اینقدر حمله میکنه مثلا سر یه جای دیگه در میاد بعد دیگه گیج میشم، یعنی من کجا بودم خیلی چی کجا حل کردم یه باید بنویسم اینقدر دفتر داشتم این همه رو خاطی کردم. این جلسه مخصوصا این دوره بهتون میگیم که دقیقاً چیکار کنید. یه چیزایی بهتون میگیم که شما سراغ هیچی نرو فعلا. خیلی نداره. الان هیچ کاری نکن. بعدم بهتون میگم چون الان ریشه یابی نکردیم، فقط خاطره رو بود. دست بهش نزن تا بهتون بگم جلسه تو بعدش بریم. خب. در چه حالی؟ خانم مهراره. اوکی شدید؟ خب. اوکی ام، ولی خب میگم من یه مقاومتی دارم، نمیتونم این مقاومت رو به حالا فامیلیتون نمیدونم. به خانم مهراره گفتم من یه مقاومتی دارم که کلا نسبت به همه چیز، یعنی اگر هر کاری بخوام انجام بدم میگم من قبول ندارم. بعد خانم مهراره گفت هیپنوتیزم، گفتم هیپنوتیزم همونیه که خواب مصنوعی میکنن و نمیدونم کار میکنن. گفتن نه. گفتم من اونم دیدم، حتی به اونم باور ندارم، یعنی به هر چیزی که بگی نمیدونم این مقاومت توی ذهن من چیه. خب میتونید صبر کنید تا جلسات بعدی؟ آره بهتون میگم اول کار. خب همه چیز من برای کوچکترین چیزم استرسم. میخواید حل بشه یا نه؟ میخواید حل بشه؟ که حل بشه. صبر کن. ببین همه چیز الان نمیتونیم بگیم. گفتم که جلسه بگید مشکل داشتم بگم. گفتم وقتی حل میشه اشکالی نداره. فکر کنم من اینقدر ریشه دارم اشکال نداره صحبت میکنم که هم خودم حل بشه هم برای بچه‌های چیزی باشه. جلسه دیگه اگر خواستید حالا من با تو صحبت میکنم خب که اگر که اوکی بودید شما رو اول رو شروع میکنیم. برای چه موضوعی باتون صحبت میکنم؟ من خودم نمیدونم اون موضوع چیه و خودم مثلا متوجه نیستم. مثلا کوچکترین چیز بخوام فردا صبح ساعت 8 صبح برم بانک استرس دارم و میگم من الان داره صدا ضبط میشه، خیلی نمیتونم صحبت بکنم من در مورد بانکی وارد بشم، ولی اصلا از کوچکترین چیز من استرس دارم و اصلا حالم بد میشه. نمیدونم چیه. اجازه بدید جلسه بعدی روش من کنم. نمیدونم چیه علت اون نمیدونم. خب من الان سوالی ازتون نمیپرسم چون میاد بالا حالتون بدتر میشه. فعلا هیچ کارش نداریم تا فرجا باشه. آره تا بهتون بگم چیکار کنید. ببخشید یعنی نسبت به هیچ چیزی احساس نمیشه، احساسی ندارم. مثلا خاطره رو براش تعریف کردم، این خاطره که احساس خیلی خاصی هم ندارم. بعد
تغییراتش خیلی متوجه نمیشم، یا مثلا چیزایی که شما میگفتید برای من خیلی احساس میکنم آگاهی به همه چی دارم، به همه اینایی که شما میگفتید من آگاه بودم، همه رو بلد بودم، چون حالا چیزا شما بوده بودم، ولی احساسی برای من ایجاد نمیکرد. این چه میگم؟ فروشیابی احساسا رو میاریم بالا برای ببین شما توی ریشیابی مشکل مطرح میکنی من برات پیدا میکنم که فقط خاطر خونسه کرده اون موقع بتونید شما که مشکل با میشه تو تغذیه داشت حلش کردیم اشتباه شد این باورا رو گفتی مثل خلقات میمونه ناخودآگاه بود این ناخودآگاه گفتی مثل خلقات میمونه یعنی این مشکلات میمونه یا این باورمون مثل تنظیمات هواپیما تنظیماتشون باوراست که با اون باورها تنظیم شده که یه کارایی بکنه یه کارایی نکنه. من فکر میکنم یه مشکلی که دارم اینه که مثلا همیشه الان میشونم فکر میکنم از قبلم همینجور بوده به اندازه نیازم خدا رو میده باورم هست این الان که شما یه گفتید تنظیم من فکر کنم اینو تنظیم کردن با همون حالا صبر کنی جلوتر چیزی جلوتر یوهی انگار برام آره دیگه شما ناخودآگاه یه ذره بیشتر باشه خرج میکنی چی میشه؟ خرج میکنی درآمد یه جا که بیشتر باشه تا برسی به همون لول کمتر که میشه استرس میگیری همون شده همون خلبانه دیگه جلسات بعد عمل که نمیخواد الان بگم صبر کنید برسیم به جلسه‌اش دیگه اوکی قلب رو دوست داره یا دایره رو دوست داره مثل همه چیزی که دوست داری مثل همه چیزهای دیگه که دوست داری چه نشونه میخواید باشه دست شما دادن تنقلات آوردید اینا به طرز درمانی این موردن بچه ها یه لحظه دل بدید بی زحمت نظرسنجی ها رو پر کنید اینجا هر چه میخواد دل تنگت بنویس سوال داری مسئله داری بچه یه لحظه خودآگاهی تشریف بکنید یه لحظه دل بدید نظرسنجی رو بی زحمت حتما پر کنید اگه سوالی مسئله چیزی دارید بنویسید هر چیزی که الان گفتگوهای ذهنی که دارید نگه دارید نذارید پستون بزنه کار داریم هنوز جلسه اول 9 جلسه دیگه داریم ریشته‌ها بریم هنوز نگفتیم صبر کنید و اینکه جلسه تموم شد هر سوال مسئله هم دارید دوباره جلسه بعدی هم جواب میدیم هم عملی کار میکنیم خودتون تشریف کنید به معنی تموم شدن سلامت باشید تشکر آره من آخه ایشون رو از یه سایت فیک پیدا کردم سایتی که نه میدونی سایت که داشت کار رو حک ناخودآگاه آره نامردا بعد من صفحه شما چون من اینستاگرام ندارم رفتم از اون طریق دیگه صفحهشون و فقط من دفعه اولش که این آموزش داد و مثلا کار میکنم تا خیلی خوبه ولی اصلا جرأت نکردم بخرم اون فایده رو چون دیدم خیلی خوب داره آموزش میده پیش خودم بودم یه کانال خیلی مکمل هم هست با همه بعد منم با ایشون خیلی یه دونه جلسه گرفتی گذاشتم خیلی همه گریه میکنن اون مهارتون که گریه در آورده میگریه ملت تخصص ما یه درد خیلی بزرگی هم الان هم هست ولی از بین همین قرمش از بین مهم قرمز که از بین یه مجای خوبی آشتنا من دیگه فکر کردم اینجوری رو فکر کردم دستشویی
استاد ایشون استاد مدنی کوچم یه استاد یه دیگه ممکنه شما شنیدم قوم داره نه کامره داره خیلی خوب آقا یه سری الان حالتون خوب شده، یه سری هم الان یه احساسات منفی دارید، نذارید پستون بزنه، درست میشه. احساساتتون پستون نزنید. خانم شبینی که معلوم میخواد همه رو بزنه. شما درست دیدید